پهپاد سپاه را سرنگون کرد. یک شنبه قرار بود که سپاه پاسداران در تنگه هرمز مانور برگزار کنند با همراهی چین و روسیه. فرمانده مرکزی آمریکا تهدید کرد که اگر در جریان این مانور پهپادهای شما به ناوهای ما نزدیک بشوند، سرنگونشان می‌کنیم. قایق‌هایتان به سمت ناوهای ما بیاید، آنها را غرق می‌کنیم. جمهوری اسلامی مجبور شد مانور را لغو کنند. ولی ظاهراً تهدید را خیلی جدی نگرفته بود. امروز یک پهپاد سپاه رفته نزدیک شده به ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن در 500 مایلی آبهای ایران. بلافاصله یک از ناو لینکلن بلند شده پهپاد سپاه را سرنگون کرد. فرمانده مرکزی آمریکا رسما پذیرفت، بیانیه داد، گفت این پهپاد به طرز خطرناکی به ما نزدیک شده، برای ناو ما و برای نیروهای ما خطر بوده، ما بدون تردید زدیم، سرنگون کردیم. سپاه پاسداران هم تکذیب کرد، گفت که این پهپاد ما در آبهای آزاد بوده، تصاویرش رو ارسال کرده بوده برای ما، بعد ارتباطش قطع شده و ما در حال بررسی موضوع هستیم. یعنی اصلا نپذیرفت که سرنگون شده، در حالی که سرنگون شده است. این عادت جمهوری اسلامی است که اصلا شکست هم نمیپذیرد. پهپادش رفته زدند سرنگون کردند، میگوید ارتباطمان با آن قطع شده و بررسی میکنیم. این درگیری نظامی شانس توافق را آورد پایین و احتمال جنگ را برد بالا و نشان داد که تهدیدهای آمریکا جدی است. دومین دلیلی که شانس توافق را آورد پایین این است که در حالی که قرار بود روز جمع در استانبول با هم دیدار کنند برایان هوک و جارد کوشنر، اس طرف امریکا هوک فرستاد و ویجه و کوشنر هم داماد ترامپ و اس طرف جمهوری اسلامی عراقچی جمهوری اسلامی طبق معمول بازی درآورده، ولی این دفعه بازی به این دلیل درآورده که فهمید، دیر فهمید، البته دیر فهمید که آمریکایی‌ها هم میخواهند تحقیرش کنند. جمهوری اسلامی گفته ما مذاکرات را هنوز محلش را قطع نکردیم. سخنگوی وزارت خارجه شان گفته باقی است، گفته هنوز محل قطع نکردیم. بحث قطر هست، بحث ترکیه هست، بحث عمان هم هست، در حالی که آمریکایی ها گفته بودند در ترکیه، در استانبول. بعد جمهوری اسلامی گفته که ما فقط راجع به های میخواهیم صحبت کنیم. آمریکایی ها گفتند نه، راجع به مشکل هم هستند و ثابت. جمهوری اسلامی گفته فقط ما و آمریکا، در حالی که آمریکایی ها وزرای خارجه 6 کشور را دعوت کرده بودند، یعنی با همشان هماهنگ بودند. مصر، قطر و ترکی که این جلسه را برگزار میکردند و دنبال این تلاش ها بودند. وزرای خارجه قطر، مصر، ترکیه، عربستان، پاکستان، یک کشور دیگر هم بود، شاید امارات، شاید اردن. جمهوری اسلامی متوجه شده که چه اتفاقی درد میافتد که در آن جلسه قرار است تسلیم شدن جمهوری اسلامی توافق بشود جلوی چشم کشورهای منطقه، دقیقاً مثل آن اتفاقی که در غزه افتاد. چرا؟ موقعی که اجلاس غزه را برگزار کرد، یک تعداد زیادی سران کشورهای منطقه و سران اروپایی را آورد و اصلاً یک مراسمی برای آن انداخت و آنجا به آنها قدرت آمریکا را نشان داد و قضیه را حل کرد. ظاهراً همچین چیزی هم توی ذهنشان بوده که در استانبول یک فشار بین المللی بیاورند جلوی چشم بقیه به جمهوری اسلامی بگویند باید این را بپذیری، هسته‌های را بپذیری، مشکی را بپذیری، نیابتی را بپذیری، اورانیومت را بدابیا، مردمت هم دیگر سرکوب نکن. بعد جمهوری اسلامی فهمید چه کلاهی سرش رفتو که جلوی کشورهای منطقه و تحقیر بشود. الان درد میگوید که ما میخواهیم جارا آواز کنیم و فقط ما و آمریکا باشیم با میزبان. معلوم نیست که اصلا آمریکایی ها این را بپذیرند. از آن طرف کارولین لوید، سخنگوی کاخ سفید، گفت بله ما پهپاد جمهوری اسلامی را زدیم ولی مذاکرات سر جاش است. از خود ترامپ هم صحبت کردند، سوال کردند که نظرت چیست؟ آخرین حرفی هم که ترامپ زده، گفته باید ببینیم که به نتیجه میرسیم یا نه. گفته دفعه قبل فرصت داشتند، گوش نکردند، منطقه بمباران شد. در واقع درد تهدیدشان میکند که اگر گوش نکنید دوباره بمباران میشود. رویترز و اکسیوس گفتند جمهوری اسلامی میخواهد مذاکرات برودمان دو جانبه باشد، بدون بقیه هم باشد. قطری ها یک مقدار اسبانی شدند از دست جمهوری اسلامی، گفتند با یک موضوع، دو موضوع مسئله حل نمیشود. باید جمهوری اسلامی با آمریکا باشند، کل مسئله هم بگذارد روی میز، مسئله کلی حل بشود. وال استریت جورنال میگوید جمهوری اسلامی به دلیل این شرایط تهدید و خروج از مذاکرات کرده که نمیرویم، که البته به ذرهای هم آمریکا نیست. جمهوری اسلامی بگوید مذاکرات نمیرویم، خب جنگ میشود.
امریکہ کا اس جمہوری اسلامی نمی ترسد یک نکتو دیگر کا این وسط ہست این استکاہ ناو ہواپیما بر ابراہام لنکلن چند روز پیش فاصلہ گرفت از امان و رفت وسط دریائے عمان وائستاد در جمہوری اسلامی تلقی بھی این شد کا این ترسیدہ و رفتہ عقب در حالی کا بہ لحاظ نظامی این آرائش حمل ہست میخوا ہند از جمہوری اسلامی دورتر بشوند جمہوری اسلامی دستش بھی ناو نرسد تحدید کند و بعد از آنجا حملہ را شروع کنند کاملاً بھی لحاظ نظامی یک کار حرفہائی است ومنطوی این 2 سال بھی خدمتتان گفتم ہر موقع ناوہا بخواہند بھی جمہوری اسلامی حملو کنند اول ناوہائشان از خلیج فارس میرود بیرو دوم ناوہائشان موقعی میائند نمیائند توی خلیج فارس توی دریائے امان و شمال اقیانوس ہند میائستند الان ہم کاملاً در آرائش حملہ است تا اینجا هم دا تا ناوشکن در اطرافش هستند که مجموشان میگویند بین 700 و 50 تا 1000 تا موشک در دقیقه میتوانند شلیک کنند به سمت جمهوری اسلامی توی این شرایط علی شمخانی مشاور سیاسی خامن های دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی عضو شورای دفاع مصاحبه کرده بالعهد لباس نظامی هم پوشیده معمولا در مصاحبه های سال های اخیرش لباس نظامی نمی پوشید ولی لباس دریابانی نیروی دریایی پوشیده و رفته مصاحبه کردہ گفتہ جنگ قطعی است شمخانی گفتہ جنگ از نظر ما قطعی است خب یک کسی کا ہم مشاور سیاسی خامنہائے است ہم فرماندہ نظامی بودے ہم دبیر شورائے عالی امنیت ملی بودے ہم عضو شورائے دفاع ہم این است کا امریکائی ها حرفش را جدی میگیرند مثلا حرف پزشکیان نیست خب میگویند این دبیر شورای عالی امنیت ملی بودا عضو شورای دفاع مشاور خامنهای حرف جدی میگیرند گفتهو جنگ قطعی است گفتهو از نظر ما نیروهای مسلح جنگ قطعی است و بعد از اش پرسیدند مذاکرات استانبول چی گفتهو امریکا دارد وقت میخرد امریکا نیازی به وقت خریدن ندارد فقط دارد سامانهای پدافندی را کامل میکند سامانو پدافندی از جاپن وربرداشتند آوردند معلوم است قصدشان حمله است وگرنه سامانو پدافندی را از جاپن به این راحتی جابهجا نمیکنند بیاورند جاپن صد و خورده مایلی تایوان است مقابل کره شمالی است هم چین تهدیدش میکند هم کره شمالی این کو امریکایی ها سامانو پاتریوت را از جاپن وربر میدارند میآورند توی منطقه یعنی دارند آمادو جنگ میشوند برای ترساندن فقط نیست برای توافق سیاسی فقط نیست برای دیپلماسی قائقه های توپدار نیست برای این کا فشار نظامی بیاورند امتیاز سیاسی بگیرند نیست اینها را با هواپیما و چیزهای دیگر میشود انجام داد ولی موقعی که دارند سامانو پاتریوت از جاپن وربر میدارند میآورند یعنی برای حمله آماده میشوند نه ما پیشمن هم اینجا این خدمت را عرض کردم که سامانو پاتریوت وقتی از کرا جنوبی وربر داشتند و بردند منطقه نه ما پیش آن نشانو جنگی است چرا نشانو جنگی چرا مهم است به سامانو پاتریوت وقتی از جاپن و کرا جنوبی وربر میدارند چون کرا جنوبی به شدت در مقابل کرا شمالی آسیب پذیر است و نیاز دارد به آن سامانو پدافندی ارتش کرا شمالی 1 میلیون و خردهای است یک لحظه حمله کند کار کرا جنوبی گیر پیدا میکند به همین دلیل کرا جنوبی اینک در ارتش کار کرده هفتمین ارتش قدرتمند دنیا هست یکی از نیروهای هوایی قدرتمند دنیا هست یکی از کویترین صنایع نظامی را دارد ولی امریکایی ها آنجا مستقرند از آن دفاع کنند سامانو پدافندی پاتریوت هم گذاشتند برای دفاع از کرا جنوبی باوجود این اهمیت 9 ماه پیش آوردندش خلیج فارس یک گردان سامانو پدافندی پاتریوت را آوردند از کرا جنوبی به منطقه چون فهمیدند میخواهند با جمهوری اسلامی درگیر بشوند 9 ماه پیش یک گردان سامانو پدافندی پاتریوت معمولا 4 تا آتش بار دارد هر آتش بار هم معمولا 8 تا لانچر دارد هر لانچر هم بستگی به این که پک 2 باشد یا پکسا باشد پک 2 مشکهای قدیمی تر 4 تا مشک دارد پکسا 16 تا مشک دارد یعنی یک گردان سامانه پاتریوت موقعی که میآورند توی منطقه بین 130 تا دستکم تا 300 تا مشک زد مشک دارند و امریکایی ها توی روزهای اخیر مدام بیشتر هم دارند سامانو پاتریوت و تاد میآورند منطقه غیر از آنهایی که قبل هم داشتند به منطقه دارند آماده میشوند برای جنگ
اگر جمهوری اسلامی در مذاکره سیاسی تسلیم بشود خیلی خوب سیاسی تسلیمش میکنند تسلیم نشود میرود جنگ که به نظر من میرود جنگ جمهوری اسلامی دارد فهمیده که سیاسی چه کلاهی دارد سرش میرود گفته هنوز زمان مذاکرات و محلش که تعیینش ده آمریکایی ها میدانند جمهوری اسلامی سر این چیزها بازی در می آورد به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند بازی کند دفعه قبل هم بهش اجازه ندادند پنج دوره با ایش مذاکره کردند دفعه قبل بعد فهمیدند که بازی در می آورد بهش گفتند دوره ششم یکشنبه است بعد صبح جمع زدند منطقه را الان هم ممکن است همین بلا را سر جمهوری اسلامی بیاورند نسبت به حتی روز سهشنبه الان دیگر امید به توافق با این درگیری که دریای امان اتفاق افتاده با این دعوایی که سر محل مذاکرات است دیگر امید به توافق خیلی کم رنگ شده ضمن این که همین امروز هم وال استریت جورنال میگوید یک نفتکش با پرچم آمریکا توی تنگا هرمز داشت رد میشد 6 تا قایق تندرست پاسداران تلاش کردند توقیفش کنند بهش پیغام دادند وایستید میخواهیم بازرسی کنیم آن وایستاده آتنا نکرد یعنی تنش فقط پهپاد نیست تنش فقط سر بحث مذاکره نیست که کارگر خورده امروز میخواستند یک دونه نفتکش آمریکایی هم توقیف کنند اینها از نظر آمریکایی ها اقدامات تنشزا حساب میشد همزمان با این حرکت وزیر جنگ آمریکا گفته ما آماد هایم گفته ترامپ دستور بدهد شروع میکنیم آخرین هماهنگی هایشان هم با اسرائیلی ها انجام دادند فرماندهی مرکزی آمریکا با هرتسی حلوی فرمانده ارتش اسرائیل صحبت کردند امروز هم برایان هوک و جارد کوشنر در اسرائیل بودند یک جلسه 30 ساعته داشتند با نتانیاهو با وزیر دفاع اسرائیل کاتس با فرمانده ارتش هرتسی حلوی و دیوید بارنیا رئیس موساد از نظر من آرایش کامل است چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی و به نظرم به زودی حمله خواهند کرد و این مذاکراتی هم که بحثش دارد می شد به نظرم به جایی نخواهد رسید البته ترکیه و قطر و مصر و اینها دنبال اینند که این مذاکرات جواب بدهد ترکیه به این دلیل که جمهوری اسلامی به نفاش است قطر به این دلیل که جمهوری اسلامی بماند به نفاش است چون جمهوری اسلامی نمیتواند ایزان حوزه و گازی مشترک برداشت کند ترکیه هم به لحاظ اقتصادی خیلی به نفاش است و دارن تلاش میکنند اسرائیلی ها هم آنور به برایان هوک گفتند ما شرایطمان مشخص است غنی سازی باید صفر باشد برنامه هم مشکشان را بردارند نیابتی هم اعتماد نکردند نتانیاهو هم امروز گفت که جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که به وعده هایش پایبند نیست بنابراین نمیشود بهش اعتماد کرد از آن طرف در خود قطری ها با این صحبتی که ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجی شان کرد که گفت همه چیز را باید با هم بیاید بررسی کنید یک چیزی میگویند که شدنی نیست یعنی جمهوری اسلامی همه پرونده ها را نمیآورد روی میز جمهوری اسلامی هستای را تحویل بدهد موشک را تحویل نمیدهد چون خامنهای میداند تنها سلاحی که در دستش است موشک است این حرف قطری ها را خامنهای گوش نمیکند از آن طرف موقعی که اتحادیه اروپا سپاه را گذاشته हो तभी فهرست تروریستی این یعنی که کار آنها فهمیدند که به سمت جنگ میرود وگرنه اگر به لحاظ سیاسی امکان توافق داشت اتحادیه اروپا چنین ریسکی نمی کرد که سپاه را بگذارد तभी فهرست تروریستی این وسط بریتانیایی ها هم که تنها کشور مهم هستهایی که سپاه را هنوز در فهرست تروریستی قرار ندادند تحت فشار هستند دیوید لامی وزیر خارج هشان امروز گفته در حال مشورت با شرکایمان در مورد موضع نوی برخورد با جمهوری اسلامی هستیم بقیه کشورها مشخص کردند سپاه فهرست تروریستی است در بریتانیا حزب محافظه کار و حزب کارگر هر موقع حزب اپوزیسیون هستند میگویند اگر ما به قدرت برسیم سپاه را میگذاریم فهرست تروریستی بعد موقعی به قدرت مرسند میگویند یک ملاحظاتی هست نمیشود آخرین کشور بزرگ است اتحادیه اروپا گذاشتو کانادا گذاشتو استرالیا گذاشتو آمریکا گذاشتو 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گذاشتو مردم ایران دارند این چیزها را میبینند و توی ذهنشان هست از آن طرف در آمریکا اظهار نظرهایی که در دفاع از مردم ایران است و در تشویق ترامپ برای حمله خیلی تقویت شده لندسی گراهام گفت مردم در ایران بهی خیابان رفتند نبرای یک توافق اتمی بهتر بلکو برای سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی حرف جالبی دارد لندسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید مردم توی ایران نرفتند توی خیابان که شما بشینید باشان توافق کنید راجع به هستهای
اصلا مردم ایران دنبال بحث هستهای نبودند، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. راست میگوید. اولویت مردم ایران بحث هستهای و ماشکی و نیابتی و اورانیوم نیست. مردم ایران یک خواسته دارند، سرنگونی جمهوری اسلامی. مردم ایران الان بحث هستهای برایشان مسئله نیست. بحث ماشکی برایشان مطرح نیست. بحث نیابتی برایشان مطرح نیست. بحث اورانیوم 400 کیلو 300 کیلو برایشان مطرح نیست. مردم ایران میگویند ما میخواهیم این را سرنگون کنیم. آمدیم خیابان مارا کشتا. ترامپ و نتانیاهو قول کمک دادند، به قولشان عمل بکنند. حرف مردم ایران این است. سناتور فترمند کو تنها سناتور دموکراتی است که من میبینم خوب از مردم ایران حمایت میکند. گفته که از حمله حمایت کرده. امروز دیدم مایک پنس معاون دونالد ترامپ در سالهای 2016 تا 2020 دور اول ریاست جمهوریاش یک مطلبی نوشته بهترین توافق در مورد ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است. عنوان مقالهاش است حمایت کرده. گفته جمهوری اسلامی در ضعیفترین شرایطش است. نباید ولش کنیم. گفته خطری علیه امریکا است، خطری علیه اسرائیل است و یک جمهوری اسلامی اگر بماند منطقه مهمتر میشود. حمایت کرده از حمله. گفتو باید کمک بکنیم که سرنگون میشود. در مقابل دبیرکل حزب الله لبنان دوباره صحبت کرده. گفتو جمهوری اسلامی میتواند امریکا و اسرائیل را شکست بدهد و به نظرم تبلیغات است. خودشان هم میدانند که شانسی در مقابل حمله و امریکا ندارند. آخرین خبر هم این است که امریکایی ها که 9 میلیارد دلار سامان و پاتریوت به عربستان فروختند. همین دیروز و امروز اعلام کردند 3 میلیارد دلار دیگر هم تجهیزات پشتیبانی F-15 به عربستانی ها میدهند. عربستانی ها از قدیم جزء مشتری های اصلی F-15 بودند. حتی از اوایل دهه 1980 و الان روی 40 و خورده سال است F-15. همیشه هم تجهیزش میکنند، نوسازی میکنند و هواپیمای جدید. این از آخرین خبرهایی که بود. اجازه بدهید که طبق معمول اسامی یک تعدادی از فرزندان عزیز ایران را که توسط حکومت کشته شدند بخوانیم. بعد بریم سراغ پرسش و پاسخ. چون میدانم امشب ممکن است سوال بیشتر داشته باشیم و طبق معمول هم اگر مایلید و برای شما ممکن است به نشانه و احترام بلند بشوید یا هر نوع دیگری که خودتان میخواهید احترام بگذارید. یک نکته های من در ابتدا تذکر عرض کردم، اینجا هم عرض بکنم. خیلی از خانواده ها منتظرند من اسم عزیز شان را بخوانم میدانم و میخواهم از شما رسخایی بکنم که من هر شب 20 نفر 25 نفر 30 نفر میخوانم و با توجه به اینکه 36,500 عزیز ما کشته شدند توسط جمهوری اسلامی ممکن است خیلی طول بخشد که اسم همه عزیزان خوانده بشود. میدانم خیلی از خانواده ها منتظرند اسم عزیزشان خوانده بشود. این که هر شب شما منتظرید اسم عزیزتان خوانده بشود و اسم عزیزتان توی آنهایی نیست که من میخوانم. از شما رسخایی میکنم و تلاش میکنم بعضی شبها بیشتر بخوانیم که شاید بتوانیم تعداد بیشتری این عزیزان را اسامیشان را بخوانیم. پس اگر منتظرید و اسم عزیزتان خوانده نمیشود آن شب باز هم رسخایی میکنم اسامی را بخوانیم. فرزند ایران و جانفدای میهن میسم فرهمند یعقوبی پور 18 ساله لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن علی میرزایی 23 ساله 19 دی تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن آتاب ابراهیم پور 42 ساله پدر دو فرزند نارمک تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن رامین اسدیفرد 41 ساله تعمیرکار ماشین 18 دی محل و مصباح کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن نادر ترابی نوتاش 19 دی تبریز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن حامد فخرایی 37 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن پردیس محمدی 24 ساله 20 دی خیابان جابر انصاری اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن میسم ستاری 37 ساله گلفروش 19 دی مجروح شده 30 دی جانفدا شده موسی آباد عزیز از توابع اسلامی شهر. فرزند ایران و جانفدای میهن مهدی بازرگانپور 46 ساله فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن تینا نورالی 26 ساله مهندس 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن ناصر جلیلیان اعلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن اعظم حسنی 47 ساله مادر 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن کسری وفاپور 15 ساله 19 دی صفاتش ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن رسول جعفری 19 ساله 18 دی اسفراین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن الیار قاسمی کارگر 18 ساله ساکن اطراف کرج عزیز.
وقتی سرکوب گران برای تحویل پیکر عزیزش پول خواستند خانوادهاش گفتند خب این کارگر اصلا پول ندارند. ظاهرا پدر مادر هم ندارد این عزیز ما مادر بزرگش بگیرش بودی و پول نداشتند رفتند قرض کردند. خیلی جنایت است که بچه یک خانواده را بخشید بعد پول نداشته باشند برای این که پیکر را تحویل بدهید اصرار کنید پول بگیرید. مادر بزرگش مجبور شده 50 میلیون تومان قرض کند تا این پول را جور کند. جمهوری اسلامی نه فقط عزیزهای ما را کشته جنایت در جنایت میکند. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد جعفرپور دانشجوی مهندسی کامپیوتر 19 دی ساده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن قاسم وکیلی 40 ساله قهرمان اتومبیل رانی 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن آیدا هیدری دانشجوی پزشکی 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن نیوشا حمیدی 15 ساله 18 دی آستانه و اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن آیدین دولت خوا 23 ساله 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن ریحان و یوسفی بازیگر تئاتر 19 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن عرفان کاری کنزق کشتیگیر و مکانیک 20 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن اصغر ناصری کریمون 43 ساله پدر 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن الهام ریسیان 40 ساله کارمند 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن ریحان قدسی 22 ساله قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن متین پرویزی 22 ساله 18 دی زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن زهرا احمدوند 40 ساله مادر عظیمی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن سجاد صحراگرد 27 ساله پدر 19 دی خرمآباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن حسن نوری 18 دی اهل محله وکیل آقا کرمانشاه عزیز. این محل های که من سال اول دبیرستان انجام یا استادم سر خیابان منوچه سوار تاکسی بشوم بروم دبیرستان. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد جواد رسول زاده و جونقانی 22 ساله اهل جونقان عزیز چهارمحال و بختیاری. این البته اشتباها میکنم بازداشت شده اشتباها کارتش آمده خوشبختانه این عزیز ما زنده و است و اسلام میکنم. این کارتی است که برای بازداشتی ها نوشته بودم و متاسفانه دقت نکردم اینجا آمده. این اسامی بود که برای امشب در نظر گرفته بودم. یک دلیلی که آنهایی که شغلی دارند و منشغلشان را میدانم یا این که پدرند مادرند ویجگی اینجوری نوشته و شده برایشان را میآمیزم. مخصوصا شغلشان دانشجو هستند گلفروش هستند موبایل فروش هستند کار دیگری دارند معلم هستند. علت این که دارم این را میخوانم این است که حس میکنم که ما هر کدام از اینها یک حیثیتی دارند یک زندگی بودند. موقعی که این ویجگی هاشان را ما میگوییم بیشتر به چشم میآید که هر کدام از اینها یک زندگی بودند یک فردی بودند مردم عادی ما بودند. حکومت همه جور از ما کشتو از همه شهرها کشتو هم جمهوری خواه کشتو هم پادشاهی خواه کشتو همه شهرها کشتو همه استانها کشتو در همه شغلها کشتو فقیر کشتو ثروتمند هم کشتو مرد کشتو زن هم کشتو جوان کشتو میان سال و مسن هم کشتو. موقعی که اینها را نگاه میکنیم تنوع ملت ایران را ما توش میبینیم. من علت این که میگویم مثلا مکانیک بوده موبایل فروش بوده مهندس بوده میخواهم آن حیثیت هر یک از اینها را نشان بدهم که اینها افراد واقعی بودند زندگی داشتند خانواده داشتند آرزو داشتند و جمهوری اسلامی هم آنها را از آنها گرفت.